بسم الله الرحمن الرحیم. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه ماه رمضان فرا رسد، درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطانها با زنجیر بسته می گردند. روایت بخاری و مسلم. وقتی که ماه رمضان فرا می رسد، به اذن خداوند درهای جنت باز و درهای دوزخ بسته می شوند. به برکت ماه رمضان شیطانها از آزادی محروم گشته زنجیربند کرده می شوند. آن نافرمان روایی که بنده در ماه رمضان انجام می دهد از بی اهمیتی و تنبلی اوست. رحمت خداوند است که در ماه رمضان بندگانش را از وسوسه شیطان نگاه می دارد. پس مسلمانان را ضرور است که از عملهای نامشروع دوری جویند. بله برادر و خواهر ایمانیم، در این ماه خداوند شیطانها را زنجیربند می کند تا در عبادتهای ما خلل نرسانند. پس یگانه آنچه که ما بر ضد او باید مبارزه بریم این نفس ماست، چون مبارزه نفس از مبارزه شیطان هم باید قوی تر باشد. پس در ماه شریف رمضان مبارزه بر ضد نفس خود را فراموش نکنید. پس خوش به حال آن شخصانی که در این ماه بر ضد نفس خود مبارزه برده می توانند و آن شخصانی که بر ضد نفس خود مبارزه برده نمی توانند، در حق آنها دعا کنیم که خداوند توفیق و هدایت بر آنها هم نصیب بگرداند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.